طبق معمول با سوار شدن مترو شروع شد و رفتیم سمت قطارهای آکسفورد فرندز نگاه کردیم، قهوه خوردیم و وقتی رسیدیم دیدیم روز فارغ التحصیلی بچه‌های دانشگاه‌های آکسفورد. واسه همین خیلی شهر شلوغ بود. اینجا فرودگاه شهر آکسفورد بود، جایی بود که آریان قرار داشت. اینم حیاط و محوطه دانشگاه آکسفورد و متاسفانه توش به خاطر روز جشن تعطیل بود. حتی این حیاطش هم یه جورایی تعطیل بود و ما قاچاقی رفتیم تو. اینم موزه بود و نگاه به موزه انداختیم و یه خورده توی پارک استراحت کردیم. اینم صفای طولانی جشنا بود. یه نگاهی هم به مغازه‌هاش انداختیم که همشون خیلی کارتونی و قشنگ بودن. بعد از اونجا هم رفتیم به یکی از معروف‌ترین کلیساهاش که روی پشت بومش به همه شهر دید داشتی و واقعا استثنایی بود. یه رودخونه معروف هم وسط شهر هست که ما متاسفانه دیگه وقت نداشتیم و بلیت برگشتمون بود. بعد برمیگشتیم و فقط توی مسیر داخل اتوبوس تونستیم نگاش کنیم و بعدم در نهایت رسیدیم به ایستگاه پدینگتون لندن.